یکی از تجهیزات استودیوها یا به طور کلی‌تر تولیدات موزیک اسپیکر یا هدفون مانیتورینگ هستش. اسپیکر یا هدفون مانیتورینگ سعی میکنه که صدا رو فلت تحویل شما بده. یعنی برخلاف چیزی که عموم مردم فکر میکنن، اصلا صدا رو زیباتر پخش نمیکنه. سعی میکنن صدا رو دقیقاً همون جوری که هستش پخش کنن. اسپیکرهایی که ما تو خونمون استفاده میکنیم یا هدفون و خلاصه تجهیزات دیگه صدا رو با صداقت پخش نمیکنن. دروغگو. البته ما بهشون پول پرداخت میکنیم که این دروغ رو بهمون بگن یعنی ما پول میدیم که اونا به ما دروغ بگن. چرا؟ چون این باعث میشه که تجربه خیلی خفن‌تری از شنیدن موزیک داشته باشیم. یه فایل موزیک ثابت تو یه هدفون خفن بیتس با یه هدفون خفن JBL متفاوت از هم دیگه صداشون پخش میشه. فایل همونا ولی صدا متفاوته. چرا؟ شما پول پرداخت میکنیم که این شرکت‌ها با طراحی‌هایی که انجام میدن فایل‌های موزیک رو به صورت جذابتر و بهتر و حالا با جزئیات بهتر و جزئیاتی که میدونن شما شنونده موزیک خوشتون میاد موزیک رو پخش کنن و تحویل شما بدن. به خاطر همینه که یکی میبینین از هدفون خفن بیتس خوشش میاد، یکی از هدفون خفن JBL. حالا ماجرا اینجاست کسی که تو قسمت تولید موزیک فعالیت داره باید صداها رو یعنی اون فایل موزیک رو جوری طراحی کنه که با تریک‌ها و طراحی‌های این شرکت‌ها همراه بشن و کلاً یه تجربه خوب و عالی رو به شما شنونده موزیک ارائه بدن. پس در نتیجه تو هر مرحله از تولید موسیقی و آهنگسازی شما باید صداها رو با صداقت بشنوین تا بتونین تصمیمات درستی بگیرین. برای مثال تو مرحله تنظیم موسیقیتون باید صداها رو درست بشنوین تا صداها رو درست انتخاب کنین تا سازبندی شما و رنگامیزی فرکانسی پروژه شما به درستی و متناسب با سبک کاری شما انتخاب بشه تا پروژه‌ای که تحویل مهندس صدای میکستون میدین یه پروژه میزون باشه و توی مرحله میکس هم کار به درستی پیش بره. همه اینا نیاز به چی داره؟ صداقت، درستی. آقا دروغ نگین. پس یادتون باشه اسپیکرها و هدفون‌های مانیتورینگ صدا رو جذابتر و زیباتر پخش نمی‌کنن. صدا رو در واقع فلت تحویل شما میدن. صداقت در صدا دارن. دلیل قیمت‌های بالا و متفاوت این تجهیزات هم دقیقاً همین قضیه است. صداقت عمل سختیه. توانایی پخش بازه فرکانسی بزرگتر، رنگدهی کمتر و پخش فلت و به طور کلی مانیتورینگ بهتر صدا، اینا دلایلیه که باعث میشه که هدفون یا اسپیکر مانیتورینگ این هزینه بالا یا این قیمت بالا رو داشته باشه و باز بین هدفون‌ها و اسپیکرهای مانیتورینگ هم دلیل این تفاوت قیمتی بالا هم سعی و تلاش توی بهتر بودن توی این موارده. هدفون و اسپیکر مانیتورینگ قرار نمایشگر دنیای ما باشن. اگه نتونیم صدا رو درست بشنویم دچار اشتباه میشیم. خیلی ساده است. این تجهیزات با امکاناتی که دارن و طراحی که روشون انجام شده سعی میکنن صدا رو به بهترین نحو یعنی در واقع فلت تحویل شما بدن. اگه به این موضوع علاقه داری همراه من بمون. تفاوت اسپیکر مانیتورینگ و هدفون مانیتورینگ رو تو قسمت بعدی با هم دیگه بررسی میکنیم. ممنونم که ویدیو من رو کامل نگاه کردی. منت بر سر من نهادی. حالا اگه از ویدیو خوشت اومد حتما لایکش کن.